هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه یکسان و خوشبختی تشکیلات جمعیتی آرمان دلها است و ما ساکن شهر اسفره جماعت نوگله دهه گنبزی امیدوف نورالله برای خریداری الکترومترال مراجعت کردند. نام برده طول 15 سال است که در بازار مرکزی شهر اسفره عرابچه کشیده زندگی خیش را پیش میبرند. از سبب ضعیف شدن سلامتیشان و ضعیف شدن بیناییشان برای خریداری عرابچه الکترونی الکترومترال به تشکیلات جمعیتی آرمان دلها مراجعت کردند تا کشانیدن محصولات خارجی قشلاق، کشانیدن بار و چیزهای آدمان را با قوه مترال استفاده برند و زندگی خیش را پیش برند. دوستان عزیز، بیاید تا حد امکان برای خریداری الکترومترال به اکای نورالله کمک میکنیم، چون شاعر بزرگ میگوید به هر کار چو همت بسته گردد اگر خار بود گل دسته گردد. در یک جایگی ما میتوانیم کارهای بزرگ و کلان را و سامان رسانیده باشیم. امیدوف نورالله از دهه گنبزی عرابچه که کار میکنن، پاچکم در میکنن، چینی چشم به و جمعه میرم چشم به عقاب شرایطم وزنه ای یک یاردم کنیتم دوشنبه سیتی گوی 988 58 21 32